آیا توصیه داده شده است که یک نفر کل ماه شعبان را روزه بگیرد؟ تا جایی که بر روزه گرفتن در ماه شعبان ربط دارد، در صحیح بخاری جلد 3 کتاب روزه حدیث رقمی 1969 ذکر شده است که حضرت عایشه الله ازشان راضی باد میگویند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هیچ ماهی را پورا روزه نمیگرفتند بغیر از ماه رمضان و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در هیچ ماه دیگر زیادتر روزه نگرفته بودند و مقایسه با ماه شعبان. این نشانگر آن است که محمد صلی الله علیه و سلم تنها ماه رمضان را پورا روزه میگرفتند و بعد از ماه رمضان ماهی که از همه زیاد روزه میگرفتند شعبان بود. ممکن آن برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان باشد. این از سبب و آدمان تصورات نادرست دارند که گویا باید نیم شعبان را روزه گرفت. هیچ حدیثی نیست که گفته باشد که شما باید نیم شعبان را روزه گیرید، اما حدیثی هست در سنن ابو داود ذکر شده است در جلد 2 در کتاب روزه حدیث 2330 که پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که شما بعد از نیم ماه شعبان روزه نگیرید. این معنای آن را دارد که تا 15 شعبان می توانید روزه گیرید، بعد از 16 نباید گیرید. و این چنین حدیث دیگری هست که در صحیح بخاری جلد 3 کتاب روزه حدیث 1914 ذکر شده است که پیامبر محبوب محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که شما 1 یا 2 روز پیش از ماه رمضان روزه نگیرید، چون که این روزها روزهای شبهه هستند. پس باید شما در این 2 روز روزه نگیرید. پس بر اساس این حدیث بعد از 15 یعنی از 16 آغاز کرده شما روزه نگیرید، مگر اینکه حدیث دوام می‌دهد که مگر آنکه شما پیش از این روزهای نافله را می‌گرفتید. شما پیش روزهای نافله را می‌گرفتید، شاید 3 روز در هر یک ماه که ایام البید است، یا اینکه روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می‌گرفتید. این قبول است، اما در عکس حال شما باید روزه نگیرید. خوب، عاید روزه داشتن در ماه شعبان این است که انسان هر قدری که تواند زیادتر روزه گیرد.